اگه امروز بخوام سبدمو بچینم اینجوری میچینمش. اول از همه هدفم از چیدن این سبد مشخص بکنم. میخوام ببینم که میان مدت کار میکنم، تریدرم یا بلند مدت قرار کار بکنم. گام دوم تقسیم بندی سبدم رو بر اساس این موارد میچینم. 20 تا 50% سبدم رو اتریوم و بیت کوین میچینم. 20 تا 50% دیگه‌اش رو مید کپ های در حال رشد میچینم. 10 تا 20% رو ارزهای پامپی با تکنیکال قوی میچینم. 10 تا 20% استیبل کوین نگه میدارم که اگه فرصت جدید توی بازار شکل گرفت بتونم استفاده بکنم ازش. 5 تا 10% هم ارزهای آینده دار ریسکی رو انتخاب میکنم که بتونن رشد خوبی رو برای سبدم ایجاد بکنن. بعدش پلن ورود و خروج همه این ارزها رو مشخص میکنم، چون مهمتر از انتخاب یک ارز انتخاب ورود و خروج مناسبه. چون حتی اگه بهترین ارزم روی قیمت بد سرمایه گذاری بکنی و نتونی به موقع خروج بکنی، اون سبد به درد نمیخوره. اگه تو هم میخوای سبدتو کاملا منطقی و طبق این اصول من برات بچینم، کلمه سبد رو کامنت کن، دایرکتتو چک کن.